صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4. سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. درباره سکایی ها مکانی بود و باش، عرف و عادت و طرز زندگی آنها مورخان یونانی گرادوت، کتیسی، اریستی، کسنافونت، دیودور و دیگران معلومات های جالب آورده آنها را همچون قوم شجاع، پرخاشجوی، سواره های چابک و تیراندازان بی‌نظیر توصیف نمودند. رسم و تعامل و طرز معیشت قوم های سکایی، زبان و تکلم آنها در قلم چند از این مورخان، علل خصوص گرادوت، از آریایی نژاد بودن آنها گواهی می‌دهد. مثلا گرادوت از یورش آخرین کوروش کبیر بر ضد ملکه مساگت ها تامیریس قصه بس و عجیبی را آورده است که کشور این قوم شجاع و جنگاور سکایی به قول این مورخ در آن طرف دریای اراکس بنا به عقیده بعضی تاریخ شناسان رود آموست می باشد واقع بوده است. آید به جنگ کوروش و تامیریس در تصویر گرادوت می توان از کتاب یکمی از آریان تا سامانیان معلومات مفصلتر را پیدا نمود. همین طریق تورانی ها در کتیبه های عهد هخامنشیان و تاریخ نامه های مؤلفان عتیقه با نام های سکه، مساگت و سکیف ذکر شدند. از میان 4 طایفه سکایی در بالا نامبر شده، سکایی های تیگرخود و سکایی های هاماورز در کناره های رود سیر و آموز است. در تشکل عنصرهای اتنیکی و اتنوگن نیاگان خلق تاجیک بواسطه شرکت نمودند. به قول اکادمیک باباجان غفوروف، قبیله های کوچمنچی و نیم مقیمی در منطقه وسیع دشت، دامنکوها و مرغزارهای کوهستان ساکن بودند. در ناحیه‌های نزد ارل و بین دریاهای امو و سیر این قبیله ها در زیر تأثیر مدنیت خوارزم ماندند و محض در اینجا به حیات مقیمی گذشتند. اشراف کوچمنچیان ملک‌های استحکامی داشتند. قبیله های کوچمنچی سکایی ها در ناحیه های ساحل راست سیر که در جریان مابین آن واقع بودند، در کناره های وادی فرغانه، قسما در ناحیه های داخلی فرغانه و در پامیر شرقی مسکون می شدند. آنها با ناحیه های اصلی مقیم نشین رابطه های مستحکم اقتصادی، سیاسی و مدنی داشتند. در عین حال آنها یک قسم آن بحری بیکنار قبیله های کوچمنچی بودند که از مغولستان تا دشت های روس موج میزد. یکی از سبب های جدی در شاهنامه به قبیله های آریایی تورانی نسبت دادن ترک ها از آن جهت سر زده است که فردوسی شاهد بی‌واسطه از بین رفتن دولت آوازدار سامانیان گردید. فردوسی که از زبان پهلوی آگاه بود، سرچشمه های ادبی و تاریخی گذشته را خوب می دانست و به خاندان باستانی شاهنشاهان آریایی رسیدن سلاله سامانیان را تصدیق و پشتیبانی می کرد. شاعر شهیر در ابتدای نظم شاهنامه به قول از لطف و مهربانی والیان سامانیان در قلمرو توس برخوردار بود و این اثر بیزوال را به خاطر پیشکش کردن به دربار پادشاهان سامانی به رشته نظم می کشد. چنانکه نویسنده زبردست ساتیم اولوغزاده آورده است، فردوسی تاریخ شاهنشاهان و جهان پهلوانان عجم را زنده می کرد و تپاتپ سوم اسبان جنگی، شیهه رعداسای آنها، هیاهوی رزماوران، چکاچک شمشیرهای خونریز، بانگ وهمانگیز طبل و دهل‌ها، نعره فلکپیچ کرنی‌ها مدام در گوش شاعر طنین انداخته برایش چون کارنامه رزم و کشورداری و میهن پرستی آریایی ها بر ضد تورانی ها الهام و مدار می بخشید. هنگامی که سخن از بابت قوم و قبیله های گوناگون آریایی های تورانی، سکایی ها، مساگت ها، سورامت ها
сакаравакҳо, хиёниён, уйҷиҳою тахориҳо ва ғайра меравад, албатта ҳамаи онҳоро аз рӯи унсуру ангезаҳои этникӣ яксон шумурдан ва тафовутҳои мавҷуда ва этнографии миёни онҳоро инкор кардан равонест ва омили дигареро низ бояд ба инобат гирифт, ки баъзе қавму қабилаҳои сакоӣ ё туронӣ дар ҷараёни таърихи пурҳаводис мақоми сиёсӣ, иҷтимоӣ ва марзҳои будубошашонро бохта ба қавмҳои дигари куҷманчӣ омезиш ёфтаанд ё муттаҳид шуданд ва бар асари иттиҳоди қабилаҳои мухталиф чандин қабилаҳои сакоӣ ё туронӣ аз арсаи таърих нопадид гаштанд. аз ин лиҳоз дар оғози боби мазкур таъкид намудем, ки масъалаи ташаккули этникӣ ва мақоми қабилаҳои куҷманчии сакоӣ ё туронӣ дар тақдири таърихии халқиятҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикон назари амиқ ва пажӯҳиши тозаро тақозо мекунад. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.